فکر میکردیم که بینماز مسلمان است، لیکن امروز خداوند با سبب این بینمازی ما را وارد دوزخ کرده است. دیگر از اینجا خلاصی برای ما نیست. رسول اکرم میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. این حدیث طبرانی است. حضرت گفته است که همین آدم بینماز هیچ قدر در اسلام ندارد. لا سهم فی الاسلام، بی‌قدرترین، پلیدترین، افلاس‌ترین بنده در روی دنیا کسی است که لا صلاة له، کسی از نماز ندارد. گفتم پیغمبر العهد الذي بیننا و بینکم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. این حدیث پیغمبر خداست. من عهدی که با شما کردم ای امتی مسلمان، پیغمبر میگوید همون عهد من، پیمان من با شما آن زمانی هست، آن زمانی من پیغمبر شما هستم، آن زمان شما امتی من هستید که در بینتان نماز داشته باشید. فمن ترکها فقد کفر. کسی که نماز ترک کرد، گفت پیغمبر عهد و پیمان برید و اسلام ندارد و مسلمان نیست. این حدیث پیغمبر شماست. در باب تاریک و صلات در کتاب مکاشفت القلوب امام غزالی وارد شده است. شیطان که رانده گشت بجز یک خطا نکرد. حضرت حافظ شیطان که رانده گشت بجز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. همین شیطان رانده شدنش از درگاه پروردگار به چی خاطر بود؟ به خاطر که وقتی خدا امرش کرد آدمی که من آفریدم سجده کن، او خلقته من طین و خلقتنی من نار. تو مرا از آتش آفریدی، این آدم از خاک آفریدی. آتش از خاک افضل است، من این سجده نمی کنم. شیطان که رانده گشت و جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماز، شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماز. او سجده بری آدم و این بر خدا نکرد. شیطان هزارها بار، همین شیطان مردود ملعونی مرجوم از آدم بی نماز میگد 1000 مرتبه بهتر است. زیرا که این شیطان آدم سجده نکرد، لیکن این بنده باشد خدا را سجده نمیکند.